Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. علیکم السلام و رحمت الله. Сод як ҳамкурсам оиладоштагиай духтар бо оилаи худаш гӯем 3 рӯз ёне ки 1 ҳафта зиндагӣ кардагӣ тамом. Писар ба Россия омадагӣ занг намезанад, гап намезанад, бо падару модари худ гап намезанад. بله این مسئله های یعنی دیده برایتون سببش پرسان شوند، زنگ زنند یا بند اون بچه را. مقصد این خیلی زنها را معلق در هوا گذاشتن ممکن نیست. بعضی برادرها یعنی وقتی که پدر و مادرشون مجبور میکنن به تاجیکستان میبیانو یا دختر میگیرن همیشه میپرتون میبرن اونجا زن دارن، مثلا اینجا برای آبرویی و برای گپی مردم شده آمده زن میگیرن و حقوق یک آدم ویران میکنن. این نادرست است. لیکن یک عذر داشته باشد، مثلا عینی حال مثلا زنگ زده نمیتونم یا یک مشکلی دارد بیان کند و تا اینکه این دختر در هوا نماند و اگر مقصد زندگی کردن نداشته باشد آگاه کند، اگرچه در حقش ظلم کرد حقوقش پایمال کرد بگذار جوابش دهد تا اینکه این دخترم به امیدی وی 15 سال نماند مانند بعضی زنها. خیلی کارها شکایت ها بسیار بود. وقتی ما در کشور بودیم یه زن آمد همین عیناً همین سوال 5 سال گذشت میگد نه زنگ میزند نه پول میفرستاند نه یعنی که طلاق میدهد. بعد یه روز گفته است که آخه تو نمیبی تو یگان آخه من چه خیلی زنم نعوذ بالله. گفته است اگر یگان حاجت داشته باشه یگان دوستم فرستانم به نزدت. و وقتی که طلاق طلب میکرد است طلاق نمیداد است با شوهر کرده نتواند. گفته نعوذ بالله این ظلم است. و وقتی که به مخلوق ضعیف ظلم میکنید یعنی بسیار شوهرها هستند که حقوق زن پایمال میکنند. هر روز گریه زنها و شکایت جانناک آنها پر هست در نزد ما. از شوهراشان شکایت میکنند. شبم یازم میگه که شما فقط حقوق مردها رو بیان میکنید و حقوق زنها رو بیان نمیکنید. نعوذ بالله این زنها ضعیف است. بنابراین ظلم حرام است. الله تعالی برای خودم حرام کرد برای خلقش هم. و ظلم روز قیامت ظلمات میشد و ضایع کردن حق همسر این ظلم است. بنابراین اگر بینید که این شوهر یعنی شوهری کردنی نیست با مقصدی شما رو به مدت برای 3 روزه و 5 روزه گرفته است یا برای رازگی پدر و مادرش امراتی به گرفته است، حالا اونجا زن داره اون زنش برای زنگ زدن دیگه امکانیت نمیتید. بعضی زنها هر یک نفسی شوهرش مراقبت دارد، نمیماند که به مادرش یا به زنش زنگ زند. اگر زنگ زد قیامت قایم میکنه براش. خیلی زنهای بدن بسیار است. نمیماند که حقوق دیگر مخلوقهای این بنده خدا ادا کند. بنابراین وقتی که همین خیلی است و با اون مرد یعنی امکانیت یافته وقت پیدا کرده زنگ زده انیق کنید. اگر رفته و مقصدی زندگی کردن داشته باشد و عینی حال اگه مشکلی داشته باشد صبر کنید. نه مقصدش زندگی نکردن و عذاب دادن شما باشد ولی مسئله طلاق مجبورا از او طلاق میگیرید و آینده خودتون میبینید. و یتفرقا یغنی الله کلا من سعته. و اگر زن و شوهر از هم دیگر جدا شوند الله تعالی هر یکی آنها رو بی حاجت میکند. یعنی وقتی مرا سوزاندی حیات مرا سوزاندی تمام هم و غمتان همون نباشد. اون چیزی که الله تعالی خواست خیر است. شاید همین به همین یه مراتب شوهر کرده برآمدنتون و از همین جدا شدنتون برای شما خیر باشد. شاید خیر باشد. الله تعالی میداند. حیات خود را متعلق به الله تعالی کنید. علاقه زیچ با الله تعالی داشته باشید. کسی که با الله تعالی علاقه خوب داشته باشد الله تعالی اصلاح میکنه بین او بین خلق را. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی بین خود و بین الله تعالی را اصلاح کند الله تعالی بین او و بین خلقش اصلاح میکند. اگر به بندگان الله تعالی به شخصان به تقوا علمای گذشتگان یگان مشکلی سر زند مانند همین خیلی مشکلی ها آنها اول جستجو میکردن که من چی گناهی کردم که الله تعالی علاقه مرا با اینها نادرست کرد.
یعنی علاقه زن و شوهر وقتی که کنده میشد، این معنای دارد که این بنده حق الله تعالی را پایمال کرد. احتمال است که یگان حق الله تعالی یا یگان حق دیگر مخلوقات را پایمال کرد تا اینکه این مصیبت به سرش آمد. اگر در صورت حق الله تعالی را پایمال نکرده است، حق خلق الله تعالی را پایمال نکرده است، به سرش مصیبت بیاد، این برای رفع درجاتش است، برای بالا برداشتن مرتبه همین بنده و برای عظیم و بزرگ شدن اجر و ثوابش است. این دنیا از مصیبت خالی نیست. برادرای خواهرای عزیز، همین بعضی ها شکایت میکنن که زنگ ما رو جواب نمیدی، به پیام ما جواب نمیدی. اگر من به پیام همه جواب دهم، دیگه من زندگیم نمیرن. من دیگه نه کتاب خونده میتونم، نه خواب کرده میتونم. یعنی یگان عمل کرده نمیشه اگر به سوالی به زنگ مردم به همه جواب گویم. لیکن همین بعضی جواب ها ده ها نفر، صدها نفر مشکلاتشون جواب هست در همین بعضی جواب ها ما. یعنی به سوال هاتون، به مشکلی هاتون جواب میابید اگر تمامی صحبت گوش کنید. بنابراین حیات خودتون متعلق به الله تعالی کنید، همیشه با الله تعالی باشید و به مصیبت هایی که به سرتان می آید اون از الله تعالی دانید. حواله آنهایی که به شما ظلم کرد، حقوق شما را پایمال کرد، به الله است. شما از الله تعالی پرسید نیکی را، شاید همین مصیبتی که به سر شما آمد به فایده شما هست. همیشه به الله تعالی گمانی نیک کنید. الخیر كله فی یدیک و الشر لیس الیک. نیکی همش در دست تو هست و بدی به تو هیچگاه نسبت داده نمیشه. بدی که آمد به سبب گناه خودمان هست. بدی که آمد در پشتش کار خیر است. شاید حکمت های عظیم دارد. این مصیبتی که به سرتان آمد، از مصیبت بعد خلاصی نیست. این مصیبت که تمام شده مصیبتی دیگر میبیاد. مصیبت های آدم ها گوناگون است. هر روز من مصیبتی چندین آدم ها را گوش میکنم و مصیبتی چندین آدم ها را میدانم، آنهایی که میشناسم. مصیبت های مردم و در تاریخ مصیبت های پیغمبرها را بینید. تهمت ها، بلاها، گرفتاری ها، مصیبت ها. پیغمبرها گناه نداشتند، معصومی از گناه بودند ولی از مصیبت خالی نبودند. بنابراین مصیبت این طبیعتی حیات دنیا هست. کسی فکر نکند که من در این دنیا بی مصیبت زندگی میکنم، بی مشکلی زندگی میکنم. نه، این دنیا لقد خلقنا الانسان فی کبد. الله تعالی میگه که ما انسان به مشقت آفریدیم. از همون لحظه‌ای به دنیا آمدن گریه کنان به دنیا میبیاید. والمؤمن یموت بعرق الجبین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مؤمن با عرق جبین از دنیا میرد. تلخی جان کندن میگن، بسیار تلخ است. یعنی از همین حالتی بینی کودک تولد میشه چقدر گریه کنان به دنیا میبیاد، دندان میبرارد و عذاب میکشد. و ایام کودکی وقتی که شیخ عبدالله غنیمان سال 2002 ایشون در درساشون اشتراک میکردم، بار پیش از نماز بامداد بود، حالی وقت اقامت نگفته بود، در مسجد در صفی پیش آمده می نشستم. پرسیدم که در شریعت مقرر است که الله تعالی میگه که هر مصیبتی که به سرتان آمد بما کسبت ایدیکم، میگه به سبب کسب دستاتون، به سبب گناهتان. میگه همه خیر از گناه ها. برای چه کودکان باشد بیمار میشد؟ بعضی کودکان تا سحر گریه میکنند. گفتن که این دلالت میکند که دنیا سر تا پا برای همه دارای بلای مصیبت است. بنابراین الله تعالی گفت که این تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما در دنیا الم داشته باشید، درد و رنج و غم و غصه و بلای مصیبت داشته باشید، فانهم یعلمون کما تعلمون. همین کافرای هم همین مصیبت و همین درد و همین بلای و همین مشکلی و همین شکایت های دارند. اونا در جنت زندگی ندارند. و ترجون من الله ما لا یرجون. لیکن شما در پس مصیبت از الله تعالی یک چی امید دارید، هم عوض نیک در دنیا هم در جنت امید دارید، لیکن آنها امید ندارند. و ترجون من الله ما لا یرجون.
شما از الله تعالی امید دارید، آنها هیچی امید ندارن. بنابراین از سحر یگان چی می نوشن یا یگان مواد مخدر میخورن که تا اینکه رنج دنیا، غم دنیا، عذاب دنیا، مشقت دنیا، علم و مصیبت نچشن و از خودشان گویا بعد اینکه نوشیدن یا خوردن یگان مواد مخدر همیشه خوشبختی اظهار کنن، همیشه خوشرو نشان تیان حالتشونه و دیگرها تباشان چاق است گویا. نه، این دنیا طبیعتش همین مصیبت است برادرها. این مصیبتی که برطرف کردید و از این امتحان گذشتید یا مصیبت دیگر میبیاد، اونشه که گذشتید همین خیلی تا واخوردنی پروردگارتونه، تا به جنت در آمدنه. ما یک صحبت داریم به نام بلا و مصیبت، پخش مستقیمی رقمی 10. این برای همه داخل دارد، چون که همه از بلا و مصیبت خالی نیست. بنابراین اون صحبت گرفته گوش کنید، یک نوعی سبوکی برای شما میشد.